خیلی ها میگفتن آقا تو اپوزیشنمون تنها چهره‌ای که قابل اعتماده رضا پهلویه. برای چی رضا پهلوی توی این رسانه ها دروغ گفت؟ الان روزنامه فیگارو یک گزارش مفصلی رو داده که اینا با جعل لایک ها، با بازی فضای مجازی، با بازی جنگ روانی توی رسانه ها، توی فضای مجازی مردم رو ریختن تو خیابون، به مردم وانمود کردن که الان تمام جامعه اومدن گفتن 81% جامعه اومدن الان طرفدار رضا پهلوی هستن و تمامش اکانت های جعلی بود. برید مقاله فیگارو رو حتما بخونید. چرا رضا پهلوی این بازی کثیف رو راه انداخت و بعدش هم که وقتی جنازه ها رو میدید هنوز هم برای مردم باز فراخوان میداد؟ نه دیگه جایی برای این که بگیم آدمیه که هیچ وقت اشتباه نکرده. اتفاقا من تا دیدم این آدم اشتباه کرده، من هیچ وقت ندیدم تصمیم درست بگیره. همه اینها که الان مشاورین ارشد رضا پهلوی هستن، اینا همشون ساواک جدید ساختن. اینا اوباش رو راه انداختن تو فضای مجازی، توی تظاهرات خارج از کشور با چوب و چماق به جون مردم میافتن اگر نگی جاوید شاه. و در دنیای امروز سلطنت مرده، دیگه هیچ سلطانی رو شما نمیبینید بیاد بگه ما پادشاهی داریم. نه، اونهایی که میبینید به قول مانتسکیو مثل عربستان اینا بهشون میگن دسپاتیک، میگن حکومت‌های دیکتاتوری، دسپات. اینها میشینن حالا توی رسانه‌ها سر مردم رو دارن کلاه میذارن که ای مردم این فقط رهبری دوران گذار. ما از رفتار رضا پهلوی داریم میبینیم که رهبر دوران گذاره. همین الان این همه به کشتن دادن مردم که مسئولیتش هم حتی قبول نمیکنه. چرا دروغ گفتین؟ چرا گفتین 50,000 نفر اومدن از نیروهای نظامی پیوستن QR کد رضا پهلوی رو امضا کردن، بعد تازه بعد از کشتار گفتی 100,000 نفر دیگه هم بیشتر شد؟ یک نفر از اون 150,000 نفر نیروی ریزشی تو رضا پهلوی، مردک دروغگو، به تو زنگ نزد بگه مردم رو نگید بیان الان بیرون؟ با این خودخواهی هاتون، با این حرص و ولعتون برای رسیدن به تاج، شما به این مردم دروغ گفتین و بچه هاشون رو به کشتن دادین و حتی عذرخواهی حاضر نیستین بکنین. وقتی الان توی تلویزیون های آمریکایی میشینین، شبکه‌های سراسری آمریکا بهتون میگن هیچ مسئولیتی در قبال این کشتار قبول میکنین. رضا پهلوی الان داری میگی جنگ تلفات داره. چرا اون موقع به مردم نگفتی جنگه؟ چرا به مردم گفتی نه همه پلیسا پیوستن به من، اسلحه هاشون رو گذاشتن زمین؟ تو برنامه شان هنیتی نشستی این حرف رو زدی، دروغ گفتی، خیانت کردی، بچه‌های مردم کشته شدن. بس کنید کثافتکاریاتون رو. سعید قاسمی نژاد تو جزوهش می‌نویسه که بله ایشون که رهبری دوران گذار بهش واگذار شده، ایشون رئیس قوه مجریه است، رئیس قوه قضاییه است و رئیس قوه مقننه است. خب این که شد دیکتاتوری پوفیوزا، به هیچ کس هم پاسخگو نیست. رضا پهلوی با پررویی تو دفترچه مونیخ نوشته بله من خودم مامانم انتخابم کرده و الانم من میام رئیس قوه مجریه رو انتخاب میکنم، رئیس قوه مقننه رو انتخاب میکنم، رئیس قوه قضاییه رو انتخاب، هر ستا رو خودم انتخاب میکنم، رئیس ساواک هم خودم انتخاب میکنم، رئیس نیروهای نظامی رو هم خودم انتخاب میکنم. خب پوفیوز، تو که دیکتاتورترین دیکتاتور تاریخی، استالین هم مثل تو نبود. ولی تو رضا پهلوی رفتی روی فراخوان کردها، یک فراخوانی گذاشتی که فراخوان خون بود. اسم فراخوان تو فراخوان خون رضا پهلوی. تو بچه‌های مردم رو کشتن دادی فقط برای اینکه می‌خواستی هشتگ جاوید شاه برای خودت جا بندازی. بچه ننه‌ای که بچه 65 ساله‌ای که در تمام زندگیش اشتباه کرده، توی تمام موارد نگاه می‌کنید می‌بینید همه جا اشتباه کرده و الان با کمک اراذل و اوباش، با کمک دستگاه‌های جعل لایک و جعل در فضای مجازی، اکانت‌های فیک، با کمک اونها میخواد بیاد سر مردم رو شیره بماله و سلطنت بکنه برای ایران و میگه من رهبر دوران گذارم. آقا اذیت نکنید، آزارمون ندید، فقط در رهبر دوران گذار خر خودتی. دیدن نادیده ها.